با مقصد تامین دستور سپارش‌های پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان جهت همطرفه و مختنی حالت پختزار ریایه اگروتکنیکای پرورش زیراتو جمع‌آوری زیراتوی کشاورزی وسعت دادن کشت تکراری زیراتوی کشاورزی از حساب زمین‌های جمع‌آورده شده جو گندم و پیاز پروقتی بعضی باغ و تاکسارها تامین آب پلیزی بعضی دروی علف‌های طبیعی ذخیره خوراک درشت در ناحیه وسه 90 روز زردار در پختزار اعلان نموده گروه کاری تشکیل کرده شده با کشاورزان و باغ و تاکپروران صحبت و مصلحت دایر می‌نمایند. گروه کاری رفتی حالت پختزار ریایه اگروتکنیکای پرورش زراعت‌های کشاورزی جمع‌آوری و ذخیره خوراک چروا و کشت تکراری را در خواجگی‌های جماعت‌های دیهاتی ناحیه دیده برآمدند. امسال کشاورزان ناحیه وسه در میدان 7570 گکتار کشتی پخته گذراندند که البته طبق دستور سپارش‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان برای گذراندن چرابینی‌های اگروتکنیکی در کشتزارهای پخته البته مبارزه با ضد حشرات کسلی و ضررسان‌های پخته و دیگر چرابینی‌هایی که در پختزار گذرانده می‌شود امروز در ناحیه در جماعت دهات گلیستان در خواجگی دهقانی برکت یک سمینار مشورت کاری با جلب متخصصان ساحه و دهقانانی که در ساحه پخته‌کاری تجربه دارند بر دیگر خواجگی‌های دهقانی فهمانده داده شد. امسال کشاورزان ناحیه در میدان 5219 گکتار کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی باید گذراندند. البته نقشه که با ما گذاشته شده است البته در خواجگی‌های دهقانی و به همه جماعت‌های دهات دسترس شده است و نیت داریم که البته در کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی از قبیل زراعت‌های بلدونگی، جوارمکای دان، ماش، شالی و زراعت‌های خوراک چروا، سبزیجات، فلزی کش نماییم و برای تامین امنیت و رزق‌آوری مملکت هم اقدام گذاریم. در خواجگی‌های ناحیه وسه بر رشد ساحه کشاورزی همچون یک منبع اساسی استحصال مواد اوزقه و اشیاء خام صنعتی دقت جدی ظاهر کرده می‌شود. برای زیاد نمودن استحصال محصولات کشاورزی از جمله پخته، غله، سبزیجات، میوگی و تامین امنیت اوزقه‌آوری اهل زحمت خواجگی‌های ناحیه وسه در اساس دستور سپارش‌های پیشروی ملت مقصد دارند که طلبات بازار استعمالی را با محصولات خوشصفت تر و تازه غنی گردانند. و امروز یک جایه با دهقانانی پر تجربه یعنی که روزگار دیده و دهقانانی که طولهای زیاد در صحرا کار کرده بودند و از تجربه گذشته یعنی روزگار امروز با دهقانان هم کمی هم باشد مصلحت‌های مفید می‌دهد. ما متخصصان ساحه حرکت می‌نماییم که در آینده با دهقانان یعنی سمینار مشورت‌ها را زیاد کنیم. در جمعیتی که با اشتراک اعضایان گروه کاری و راهبران متخصصان جماعت و خواجگی‌های دهقانی و کوپراتیوهای استحصالی ناحیه برگزار گردید، اعضایان گروه کاری در برابر موفقیت‌ها کمبودی‌های جای داشته را آشکار نموده به کشاورزان ناحیه دستور و سپارش‌های مفید دادند. نظیر مهدی سفر، عزیزرضا سعید برای برنامه اخبار از ناحیه وسه.